محمد وآل محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. اللهم نور قلوبنا بالقرآن و وفقنا للعمل به. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. با عرض سلام محضر حضار گرانقدر و سروران مکرمی که از طریق فضای مجازی همراه با این جلسه هستند. در جلسه گذشته ما مطلبی رو طرح کردیم تحت عنوان روش شناسی درس خارج، اما امروز وارد موضوع بحثمان میشیم که بحثی از اجتهاد و تقلید باشه. یک نکته کلیدی رو میخوام عرض بکنم که با سیر منطقی بحث آشنا بشین، با آن اینکه بحث کردن پیرامون احکام و مسائل یک موضوع فرع بر شناخت اون موضوع هست. این نکته کلیدی رو دقت کنید. اگر میخواهیم پیرامون یک موضوعی ما بحث بکنیم، احکام و مسائل و مطالب اون موضوع را به بحث بنشینیم، همه اینها فرع بر فهم درست خود موضوع هست. یعنی تا زمانی که خود موضوع به درستی تبیین نشده باشه، فهمیده نشده باشد، بحث کردن از احکام و مسائل اون موضوع معنا نخواهد داشت. اینو تو همه مباحث میتونیم به عنوان یک اصل قرار بدیم. یعنی اول باید تحریر و تقریر موضوع بشه که اصلا ما میخوایم سر کیو بتراشیم. بله، وقتی میخوایم پیرامون یک موضوع بحث کنیم، اول خود موضوع باید برای ما هضم شده باشه، تبیین شده باشه، بعد پیرامون احکام و مسائل اون موضوع با هم به گفتگو. خب ما کل مطالبمون در دو بخشه، الاجتهاد و تقلید. خب اولین بخشمون بحث اجتهاده. اگر ما میخواهیم در رابطه با احکام و مسائل مربوط به اجتهاد بحث بکنیم، لازمش اینه که اول خود اجتهاد را بفهمیم یعنی چی. بله، تا ما فهم درستی از اجتهاد نداشته باشیم، سخن گفتن از اجتهاد، مسائل اجتهاد، شرایط اجتهاد، اینا معنی نداره. خب شما کلی بحث میخواد بکنی، طرف بعد بیاد شما سوال کنه اصلا آقا اجتهاد یعنی چی؟ یعنی هنوز اجتهاد براش تفهیم نشده باشه، سخن گفتن از مسائل و احکام اجتهاد معنی نداره. و همچنین بحث تقلید که انشاءالله آینده داریم، اول خود با تقلید رو باید ما درست تبیین بکنیم، بعد پیرامون احکام و مسائل تقلید سخن میکنیم. پس سیر منطقی بحث اول فهم درست موضوع است. بعد این که باید بگیم الاجتهاد ما هو و تقلید ما هو. اجتهاد چیست و تقلید چیست؟ دیروز اگه یادتون باشه در پایان بحث اشاره کردیم، گفتیم وقتی ما میگیم مجتهد کیست، میگیم مجتهد کسی است که
به درجه اجتهاد رسیده باشه. خب شما یک سوال جدید برای شما زنده میشه که اجتهاد چیه؟ میگیم مجتهد کسی است که به درجه اجتهاد رسیده باشه. این مطلب نمیدونم روشن شده یا نه. پس ما پیش از آن که به مسائل مربوط به اجتهاد بپردازیم، اول خود اجتهاد رو تبیین بکنیم، باید تعریف کنیم. الاجتهاد ما هو. در رابطه با تبیین معنای اجتهاد در دو مقام بحث میکنیم. یک، اجتهاد در لغت، دو، اجتهاد در اصطلاح. بعد ببینیم اون معنای اصطلاحی که انشاءالله انتخاب بکنیم تناسب با معنای لغوی که انتخاب میکنیم وجود دارد یا این تناسب وجود نداره. خب به حول قوه الهی ما امروز شروع میکنیم در رابطه با تعریف لغوی اجتهاد. اجتهاد مصدر باب افتعاله. اجتهاد مصدر باب افتعاله. اجتهد یجتهد اجتهاد. خب مستحضر هستی که هر فعل ثلاثی مزید ریشه‌ای دارد به نام ثلاثی مجرد. خب اجتهاد وقتی مصدر باب افتعال شده باید بگردیم دنبال مصدر ثلاثی مجرد. اجتهاد رو میگن آقایان یا از ریشه جهد یا از ریشه جهده. دقت فرمودید؟ حالا یا جهد یا جهد. اجتهاد در لغت به چه معنا می باشد؟ رفقا دقت بفرمایید. در رابطه با رشد علمی تحقیقی سعی کنیم مقلد نباشیم. یه مقدار فحصمون رو هم از نظر کمی وسیع بکنیم، هم از نظر کیفی عمق ببخشیم. بگیم که خیلی ها اینا بحث کردن دیگه لزومی نداره، الان میایم انشاءالله. بزرگانی متاسفانه حرفایی زدن که آدم تعجب میکنه، میگه اصلا بحث کردن از معنای اجتهاد لغوه. چرا؟ چون کلمه اجتهاد اصلا در لسان ادله شرعی ما نیومده. شما یک روایت پیدا بکنید که کلمه اجتهاد درش اومده باشه. میگه چون واژه اجتهاد در روایت نیومده ما بیایم بحث بکنیم که معنای اجتهاد چیه، بعد بحث بکنیم که آیا اجتهاد یک مسئله فقهیه یا یه مسئله اصولی می باشد. اصلا معنی نداره. حالا انشالله میرسیم که این نوع قضاوت کردن با مسائل یک قضاوت علمی دقیق نیست. خب لذا من خواهشم اینه که با دقت بریم مسائل رو واکاوی بکنیم، بعد ببینیم در پایان خودتون به یک نظر برسید که اصلا اجتهاد یعنی چی. از نظر لغت معانی متعددی برای اجتهاد شده که من دو معنا رو در این محفل شریف که هر دو قول هم طرفدار هم فراوان داره عرض میکنم. تعریف اول که برخی از بزرگانی مثل مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه در همون تتمه جلد دوم کفایه بحثی داره، خاتمتون فی الاجتهاد و تقلید. مرحوم میرزای قومی صاحب قوانین الاصول، صاحب معالم الاصول و دیگران،
اینا اجتهاد رو این گونه معنا کردن: الاجتهاد تحمل الجهد و هو المشقه. الاجتهاد تحمل الجهد و هو المشقه. این بزرگواران اجتهاد رو به معنای تحمل مشقت گرفتن. خب عنایت بفرمایید. عرض کردیم اجتهاد مصدر باب افتعاله. اگر اجتهاد به معنای تحمل المشقه هست، همیشه فعل ثلاثی باید یک معنای اضافی نسبت به ثلاثی مجرد داشته باشه. الان وقتی شما میگین الاجتهاد هو تحمل المشقه، مگر ثلاثی مجرد به چه معنا می باشد؟ دقت کردید؟ میخوای یادداشت بفرمایید. کلمه جهد یا جهد که ثلاثی مجرد باشد به معنای تلاش همراه با زحمته. بله؟ نمیدونم مطلب رو رسوندم یا نه. یک تلاش ساده نیست ثلاثی مجردش. تلاشی است که در درون خودش و حق خودش مشقت هم داره. لذا اسم جهاد روش اومده. این معنای ثلاثی مجرده. وقتی ببریم به باب افتعال، بله انشاءالله میگیم یکی از معانی باب افتعال متابعه است. متابعه یعنی چی؟ یعنی قبول کردن یک اثر. خب وقتی جهد به معنای تلاش همراه با زحمته، وقتی ببریم به باب افتعال بشه اجتهاد یعنی چی؟ قبول مشقت، تحمل کردن مشقت می باشد. این معنای اول. پس الاجتهاد ما هو، بفرمایید، تحمل المشقه. خب بعدا میگیم آیا هر کسی میتواند نام فقیه رو خودش بگذاره بگه من در مقام فتوا قرار گرفته؟ نه، باید یک تلاش خستگی ناپذیری رو انجام بده و طاقت تحمل این زحمت رو هم داشته باشه. بعضی رو میبینید آغاز با سر و صدایی دارن اما یه مقدار راه رفتن ول میکنن چون تحمل سختی رو ندارن. نه، اجتهاد بگو تحمل المشقه. پس ثلاثی مجردش چی شد؟ جهد، تلاش همراه با سختی. وقتی ببریم به باب افتعال معنی متابعه رو میگیرد، یعنی تحمل المشقه می باشد. این معنایی که از جهد ما و جهد گفتیم یعنی تلاش همراه با مشقت، ریشه قرآنی هم داره. سوره توبه آیه 79 هم میتونید ملاحظه بفرمایید. لا یجدون الا جهدهم فیسخرون منهم سخر الله منهم و لهم عذاب علیم. در این آیه 79 خداوند داره از یک گروه از مؤمنان تعریف و تمجید میکنن. میگن یه عده از مؤمنان اونقدر دستشون از نظر امکانات باز نیست، همون مقدار اندکی که دارن که با مشقت اینا به دست آوردن همون را هم در راه خدا انفاق و ایثار میکنن. لا یجدون الا جهدهم. یه عده از مؤمنان
از امکاناتی برخوردار نیستن الا جهدهم، یعنی مگر همون اندک متاعی که با مشقت اینو به دست آوردن، اینو در راه خدا انفاق میکنن. اما منافقان یسخرون منکم، میاد این عده از مؤمنان رو چهار میکنن؟ مسخره میکنن، میگن نگاه کن چی رو انفاق کرده. مثلا گاهی اوقات میگیم که در ایام سختی ها فلان خانم چند تا تخم و مرغ در خونه داشت، این رو در راه خدا آمد چه کرده؟ انفاق کرده. این میخواست بگه که همه امکانات من همینه، من همین رو در راه خدا ایثار میکنم. یه عده که بنمایه دین خالص ندارن، یعنی منافقین، میامده این مؤمنان رو مسخره میکردن. فیسخرون منکم، پشت سرش میگه سخر الله منکم، خدا این منافقان را مسخره میکند و لهم عذاب علیم. غرض این کلمه جهد یعنی چیزی که انسان با تلاش همراه با سختی و مشقت به دست آورده باشه. وقتی ببریم به باب افتعال میشه تحمل المشقه. ایه معنای دوم که برای اجتهاد معنا کردن، جناب جرجانی و از متأخرین مثل مرحوم سید محمد باقر صدر رضوان الله تعالی علیه در برخی از کتب خود اجتهاد رو اینجوری معنا کرده: الاجتهاد بذل الوسع، الاجتهاد بذل الوسع للقیام بعمل ما. الاجتهاد بذل الوسع للقیام بعمل ما، یعنی کوشش کردن در راه یک عمل، تمام وسع و توان خودت رو بذل بکنید برای قیام و انجام یک عمل می باشد. پس فرق این با او اجتهاد رو گفت تحمل المشقه، ایشون میگه نه، اجتهاد یعنی بذل الوسع، تمام تلاش و کوشش خودش رو صرف بکنی برای انجام یک کار می باشد. درست شد؟ خب این دوتا معنا شده. حالا به نظر شما کدام یک از این دو معنا رو ما قبول بکنیم؟ قول اول درسته، تحمل المشقه، یا اجتهاد تحمل المشقه نیست، اجتهاد بذل الوسع، تلاش گسترده هست، تلاش گسترده است برای انجام یک کار. خب خدمت با سعادتتون عرض بکنم، ما به خاطر اینکه بفهمیم کدام یک از این دو قول خدمتتون عرض کنم که درسته، به نظر میرسه که ما باید یک سری بزنیم به علم شریف صرف. ببینید انشاءالله بعدا میگیم علوم مقدماتی برای اجتهاد. خب الان ما میخوایم بفهمیم واقعا معنای اجتهاد چیه. یه سری میزنیم به باب افتاد. خب اول عرض بکنیم به نظر ما همون معنای اول معنای مناسب تره، یعنی اجتهاد به معنای تحمل مشقه میباشد. چرا؟ ببین این چرا استدلاله. عنایت میفرمایید چرا استدلاله. اون آقایون که اومدن بذل الوسع گفتن، دقت کردید؟ اون خود اجتهاد نیست، لازمه اجتهاده. لازمه اجتهاد اینی که انسان بله تمام توان خودش رو به کار ببره. حالا انشالله داخل پرانتز من یه جمله هم بگم.
تو بحث اجتهاد ما چقدر تلاش بکنیم. بعضی اونقدر معنا رو دقیق کردن که آدم وحشت میکنن. اون بذل الوسط. یه جمله از مرحوم آغازیای عراقی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنن که ایشون میفرماد اجتهاد نظیر چاه کندن به وسیله سوزنه. اون تحمل مشقه یا بذل الوسط. اجتهاد نظیر چاه کندن به وسیله چیه؟ که مثلا با یک سوزن بخواد یه چاه بکنید، چقدر زمان میبره تا انسان به آب برسه؟ میگه یک فقیه هم که میخواد به یک فتوا برسه باید تمام توان خودش رو به کار ببنده تا بتونه به حقیقت و اون حکم شرعی برسه. حالا آیا اجتهاد چیه؟ معنای اول تحمل مشقه می باشد یا به معنای بذل الوسط می باشد؟ ما عرضمونیم که به نظر میرسه همون معنای اول دقیق تر باشه. به چه دلیل؟ یک مقدمه کوتاه رو انشاءالله یادداشت می‌فرمایید. گفته اگر میخوایم درست به حقیقت یک شی برسیم، بله، باید به اصلش مراجعه بکنیم. خب سوال مطرح میکنیم که باب افتعال به چه معناست؟ برگردیم کجا؟ علم صرف. علمای علم صرف از طریق استقرا، اونم نه استقرای تام، استقرای ناقص، فرمودن که برای باب افتعال 5 تا معنا هست. خب البته کسی اگر بگرده شاید معنا ششم هم پیدا بکنه. اونی که گفت استقرا کردیم، افتعال به 5 معنا می باشد. معنای اول که معنای غالب هم می باشد، این قید غالب رو حتما یادداشت بفرمایید، اینا علمای صرف میگن. معنای اول باب افتعال که معنای غالب هم می باشد متابعه هست. متابعت الفعل و قبولهی. بله، متابعت الفعل و قبولهی است. مثال، یه وقت شما میگید جمعت الشیء، جمعت شیء، ثلاثی چیه؟ مجرد. جمعته ببریم به باب افعال میگه فاجتمعه. بله، من خواستم فلان شیء را چا کنم؟ جمع بکنم. فاجتمعه، پس اون شیء هم قبول بفرمایید جمع شدن رو کرد. مثلا بعد از طعام سفره پهن بود، بله، میگه من سفره غذا رو جمع کردم. خود سفره چی میشه؟ جمع شد. یعنی اون سفره جمع شدن رو قبول کرد. یعنی وقتی ببریم به باب افتعال، اون قبول اثر رو به ما میفهمونه. ثلاثی مجرد اصل ایجاد اثر رو میگه، باب افتعال قبول بفرمایید اثر رو میگه. جمعته فاجتمعه، این یک معناست، متابعه. دقت کردین؟ معنای دوم اخذ الشیء است. اخذ الشیء به نانوا چی میگن؟ خباز. شما میگید؟ تو زبان شما به نانوا چی میگید؟ نانوایی. خب عربی میگم خباز دیگه. دقت کردین؟ نون را میگیم خبز. اونی که نون درست میکنه بهش میگن خباز، یعنی نانوا. درست شد؟ یادداشت بفرمایید. اقتبض زیدون خبزا. اقتبض زیدون
خبزا. آیا حمیدی معنا بکن. اختبز زیدون خبزا یعنی الان آقا داره میگه زید نون رو پخت. گفته نه، این معنی اخذ الشیء. اخذ الشیء گرفتن. اختبز زیدون خبزا یعنی زید نان رو گرفت، نه معنی پختن نان باشه. بله اگر اینجوری من میگفتم خبز زیدون خبزا، خبزه یعنی چی؟ پخت. درست شده؟ اما الان میگیم اختبز زیدون خبزا، رفت تو نونوایی پول رو داد، نون رو گرفت. اینجا عرب میگه اختبز. پس معنای دوم باب افتعال چیه؟ اخذش شیء. درست شد؟ اخذش شیء. اینا تقریبا به همون معنای قبلی برمیگردن، چون وقتی نونوا، یعنی ما میگیم قبض انواز، وقتی اون میده شما هم میگیریم. نه ببین، اون اثرپذیری بوده، این اثرپذیری نیست. این خود اخذش شیء، یعنی کسی بره شیء خارجی رو دریافت بکنه، اون اثرپذیری مال خود شیء بوده. دقت فرمودید؟ اینجا میخوام بگیم شخصی رفت شیئی رو اخذ کرده، اینجا میگیم اقتبس. 3. معنای سوم باب افتعال معنای مبالغه هست. بله، معنای مبالغه هست. گاهی اوقات میخوام طرف رو خیلی بالا ببریم، بله، از اون حدی که هست یه مقدار پیازداغ رو بیشتر میکنیم، مبالغه میکنیم در حرف زدن. مثلا میگیم اکتسب زیدون. اکتسب زیدون یعنی چی؟ ای بالغ فی الکسب، شب و روز نمیشناسه. زید رو صبح خبرش میگیریم، میگه مغازه است، بعد از ظهر مغازه، شب مغازه. این از میگیم که اصلا این حزم در این کسب و کار شده. بله؟ اکتتبه یعنی زید زیاد مشغول نوشتنه. این اصلا میگه شب و روز کارش نوشتن شده. واقعا این شب و روز داره کتاب مینویسه؟ نه، کسی که زیاده روی توی کار انجام میده از باب مبالغه اینجا باب افتعال به کار میده. 4. افتعال ثلاثی مزید به معنای همون ثلاثی مجرد باشه، یعنی هیچ فرقی با هم نداشته باشه. مثال جذبه یعنی چی؟ جذب شد. ببرید باب افتعال اجتذبه یعنی چی؟ یعنی جذب شد. یعنی تفاوتی بین ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید نیست. یعنی گاهی اوقات مصدر باب مزید به معنای همون ثلاثی مجرد می باشد. 5. افتعال به معنای باب تفاعل باشه. افتعال به معنای باب تفاعل باشه. مثلا اختصما. ثلاثی مزید باب افتعال. اختصما به معنای چیه؟ تخاصما، باب تفاعل. اختصما یعنی چی؟ یعنی دو نفر با هم دشمنی کردن، درگیر شدن. تخاصما یعنی چی؟ یعنی دو نفر با هم درگیر شدن. حالا با توجه به این مسائلی که گفتیم خدمت شما عرض کنم که اصل اولیه در باب افتعال چیه؟ گفتیم اون که غالبه به معنای متابعه بوده باشد. خب اگر جهد به معنای مشقت باشد ببریم به باب افتعال باید چی باشه؟ تحمل
مشقه بوده باشه، تحمل مشقه باشه. چون اصل در باب افتعال گفتیم چیه؟ متابعه می باشه. دقت کردید؟ اما اینکه ثلاثی مزید به معنای مجرد باشد یا افتعال به معنای مفاعله باشد، این خلاف اصله. اصل اینی که هر بابی برای خودش یک معنا داشته باشه و اصل اولیه در باب افتعال گفتیم متابعه می باشه. پس اگر ثلاثی مجرد جهد یا جهد یعنی تلاش همراه با مشقت و سختیه، وقتی ببریم به باب افتعال اجتهاد به معنای تحمل مشقه می باشد. درست شده؟ اما اگر شما بگید چه اشکال داره ما به معنای دوم بگیریم، اجتهاد به معنای بذل وسع باشد، اینجا اگر باشه باید اجتهاد، دقت کردید؟ اجتهاد به معنای ثلاثی مجرد بوده باشه. بله، ثلاثی مجرد گفتیم یعنی چی؟ تلاش همراه با مشقت. بذل الوسع هم یعنی تمام تلاش و کوشش تا همراه کن با مشقت، یعنی ثلاثی مزید همان معنای ثلاثی مجرد باشد. از شما سوال میکنم آیا اصل این است که ثلاثی مزید اما معنای مجرد باشد یا ثلاثی مزید باید یه معنای جدید داشته باشه؟ بله؟ جدید داشته باشه. شما دارید از یک باب انتقال پیدا میکنید به باب دیگر، از ثلاثی مجرد میخواد بری ثلاثی مزید. اینا فرمودید؟ پس دنبال یک غرض جدید هستید، دنبال یک معنای جدید هستید. اگر بخواهیم این غرض اصلی را حفظ بکنیم باید اجتهاد به معنای تحمل المشقه باشد، نه اینکه اجتهاد به معنای خود مشقت بوده باشد. اینم عرض ما در این مسئله. پس اجتهاد در لغت دو تا معنا داشت، تحمل المشقه، بذل الوسع. گفتیم اجتهاد به معنای همون تحمل المشقه هست. چرا؟ چون اقتضای باب افتعال معنای متابعه است. اگر بخوام این معنای اصلی باب افتعال را حفظ کنیم باید معنای باب افتعال که همون متابعه است در کلمه اجتهاد ما اشرابش بکنیم. اما داخل پرانتز یک مطلبی رو من عرض بکنم، اینم یادداشت بفرمایید و بحث رو ما تمام بکنیم. به صورت یک انقل من در آوردم خدمتتون عرض کنم که حالا انشاءالله اگر وقتی هم باشه ما این رو پاسخ میدیم. و آن این است که اصلا ما نیازی به تعریف اجتهاد نداریم. این انقلت مهمه. ما نیازی به تعریف اجتهاد نداریم که آیا اجتهاد به معنای تحمل المشقه هست یا بذل الوسع می باشد. چرا؟ چون کلمه اجتهاد در هیچ روایتی وارد نشده و موضوع برای حکم شرعی واقع نشده. درست شده؟ خب این لفظی که اصلا در لسان آیات و در لسان روایات نیومده، ما بیام اینجا با هم بحث بکنیم که آیا اجتهاد به چه معنا می باشد. میخواد یادداشت کنید این قلت و مرحوم محقق ایروانی رضوان الله تعالی علیه، شاید دوستان موقعی که مکاسب که میخوندن یادشون هست، میگه حاشیه محقق ایروانی بر مکاسب. ایشون هم حاشیه بر مکاسب داره هم حاشیه بر خدمت کفایه داره. ایشون کتابی داره الاصول فی علم الاصول، الاصول فی علم الاصول، جلد 2 صفحه 461. ایشون همین اشکال رو مطرح کرده.
فرمود لفظ الاجتهاد لیس موضوعا لحکم من الاحکام. لفظ اجتهاد اصلا موضوع برای هیچ حکمی از احکام واقع نشده است. بعد میگه وقتی واقع نشده لیهمنا تعریفه، تا برای ما مهم باشه بیام اجتهاد رو تعریف بکنیم. دیگه وقت خودمون صرف این چیزا نکنیم، بریم در رابطه با مسائل دیگر بحث بکنیم که آیا تقلید از میت جایز یا جایز نیست و امثال اینها بحث بکنیم. بیا بحث بکنیم آیا اجتهاد معناش چیه. میگه تو یک روایت پیدا بکن که در او کلمه اجتهاد به کار رفته باشه. محقق ایربانی این حرف رو زد. یکی از خدمتتون عرض کنیم که فقهای معاصر هم از شاگردان مرحوم علامه هلی در کتاب رساله اجتهاد و تقلید هم همین اشکال رو بفرمایید بیان کرده. ان قلت جواب ما این است که این بزرگواران جمود پیدا کردن فقط به لفظ اجتهاد. ما میگیم بله لفظ اجتهاد در روایات به کار گرفته نشده است، اما الفاظی که مترادف با اجتهاده در لسان ادله به کار رفته. پس پاسخ چه میدیم؟ میگیم اجتهاد موضوع برای احکام واقع شده است، در لسان ادله به کار رفته است. خود لفظ اجتهاد نه، اما الفاظی که هم معنای با اجتهاد هستند، مترادف با اجتهاد هستند. میتونه یادداشت بفرمایید. مثلا در روایت داریم من روا حدیثنا، من روا حدیثنا. کلمه روا عبارتان اخرای چیه؟ اجتهاده. من روا حدیثنا. دو، من نظر فی حلالنا و حرامنا. نظر یعنی چی؟ یعنی اجتهاده فی حلالنا و حرامنا. سه، من عرف احکامنا. عرفه یعنی چی؟ یعنی اجتهاده. درست شد؟ پس بنابراین بله لفظ اجتهاده تو روایت نیومده، اما الفاظ مترادف با کلمه اجتهاد در روایت اومده. پس ما لازم است که معنای اجتهاد رو بدانیم. فتحصل من اول درس الی هنا. اجتهاد در لغت دو معنا داشت، تحمل المشقه، بذل الوسع. ما معنای اول رو انتخاب کردیم چون معنای افتعال مطابقه می باشد. دقت کردید؟ یه انقلت رو مطرح کردیم، یه عده گفته اصلا لزومی نداره ما دنبال تعریف بریم چون کلمه اجتهاد تو روایات نیومده. پاسخ دادیم که خود کلمه اجتهاد تو روایت نیومده، اما الفاظ مترادف اونها اومده است. تا اینجا ما معنای لغوی اجتهاد رو گفتیم. انما الکلام و کل الکلام در معنای اصطلاحی اجتهاده که شما در اصطلاح اجتهاد رو چجور معنا میکنید. اینجا انشاءالله فردا میکنید. یه عده جانب افراط رو گرفتن، اونقدر معنای ثقیلی برای اجتهاد کردن که انسان وحشت میکنه که مثلا این اجتهاد رو به سمتش بره. یه عده اونقدر اومدن اجتهاد رو راحت گرفتن. دقت کردید؟ همه کس میل پیدا میکنه که بره به سمتش بگه من مجتهد هستیم. نه، ما انشاءالله اون راه اعتدال رو میگیریم. تعاریف مختلفی انجام شده. یه تعریفی بگیریم که تعریف اصطلاحی با تعریف لغوی با هم تناسب داشته باشه. اما معانی اصطلاحی اجتهاد اگر عمری باشه جلسه آینده تقدیم محضر شما خوبان خواهیم نمود. صمیمانه تشکر میکنم از همه دوستان و رفقایی که هم حضوراً تشریف میارید و هم از طریق مجازی ما رو دنبال میکنید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین